اولو تانرانان عادیله. بسم الله الرحمن الرحیم. انصفالی هدایت هستم. با پنجاهمین قسمت از مهندسی جهل ادامه میدم. چند دقیقه قبل در رابطه با کتاب دیوان سلطان حسین بایگرا تلاش کردیم صحبت بکنیم و بخونیم. این رو متاسفانه نتونستم بخونم و خب بارها عرض کردم که زبان ترکی تنوع داره، تنوع جغرافیایی و تاریخی داره. یعنی یکی از علتها اینه که من خب با بسیاری از لهجه های ترکی یا شاخه های زبان ترکی آشنایی ندارم، اصلا ندارم. و تازه متوجه شدم که این دیوان سلطان حسین بایگرا جغتای هستش، یعنی با زبان مکتوب جغتای نوشته شده که من هیچی در موردش نمیدونم. و خب این باعث شد که اول به یک نقطه ضعف دیگری در خودم پی ببرم که من با لهجه های ترکی یا با الفبای ترکی آشنایی ندارم. این هم خیلی برام چیز تازگی داشت. از طرف دیگه تلاش کردم کتاب رو پیدا بکنم، نشد. حالا بعد که خواستم یک کتاب دیگر رو پیدا بکنم دیدم که من اینجا یه دوستی داریم که کتابخانه آذرباش کتابخاناسی هستش. چرا من در اینجا این رو بررسی نکردم؟ حالا بذارید اینجا بنویسیم دیوان سلطان حسین بایگرا بذارید ببینید این چی هست. این احتمالا هم قبلی باشه. بذارید ببینید چه تفاوتی با هم دارن. این الیازمالار اینو دانلود نکردیم، اینم دانلود نکردیم. چه فرقی احتمالا اینها با هم داشته باشن؟ حالا یه دانلود بکنیم دیگه. به هر حال احتمالا یک تفاوتی البته نیست، ننوشته که مثلا مال جناب صدیق باشه یا مال یکی دیگه باشه، اینو نوشته باشه به زبان امروز در آورده باشه. البته جفتش یکی بوده، همون کتاب قبلی هست. بله همونه. خب از این هم بگذاریم. الان ما 3 تا سلطان بایگرا الیازمالار ازش کتاب داریم. حالا برگردیم و بریم سراغ یک کتاب دیگه دانلود کردیم یکی دو هفته پیش. از اونجا یک کتاب برای امروز، برای اینکه امروز بتونیم بگیم که یک مقدار خب ما اومدیم اینجا رساله اینو بخونیم. حالا حداقل اینو ببینیم اگه بتونیم. هازا رساله جیب. ببینیم این چی هست. اول یه خلاصه هایی که اینجا بالا نوشته: رساله جیب وتر زاویه درجه. اینها رو داره میگه. 94 صفحه هست. شمارهش رو میبینیم که اینجا هست. کتاب پاره شده متاسفانه. اینجا 371 نوشته شده. سلیم آقا. این در کتابخانه سلیم آقا نگه کمانکش. فکر میکنم همون باز مال کمانکشه که امیر کمانکش. بذار ببینیم. قربان جلده قده چیزی اقیم جلدقده قربان جلدقده اقیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انی وجهت وجهی للذی نه فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. حالا
این گل هستش، چی هستش؟ این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت من و من اول المسلمین. خب من میخواستم حالا به اون عهدی که با خودم بستم روزانه 1-2 ساعت حداقل زبان ترکی رو بخونم. اول این کتاب رو داریم فیزیکی میبینیم، حداقل با چشم میبینیم که چه شکل و شمایلی داره. 1-2 دقیقه به این نگاه بکنیم. به نظرم خط زیبایی نوشته که میتونم بخونم، برعکس اون خط خوشنویسی که کتاب سلطان بایگرا داشت. این کتاب رو احتمالاً بتونم بخونم. حالا یه مقدار بریم پایین‌تر ببینیم که چی هست. این کتاب هم باز تخصصیه دوستان، و چون تخصصیه با مشکل روبرو خواهم شد، به خصوص که صداگذاری نشده. اینجا یه مقدار تغییر پیدا کرد قلم و خطا بیشتر در داخل هم فرو رفتن. نویسنده یعنی تغییر کرد. کتاب بهتر از بقیه مونده، اینو میتونم بگم که بهتر مونده. این خیلی از رنگ قرمز استفاده نکرده، برای فقط جدا کردن فصلها و موضوعها از قلم قرمز استفاده کرده. خیلی هم جا برای حاشیه نویسی نذاشته، لذا حاشیه نویسی هم زیاد نداره. این آخر صفحه آخر کتابه. حالا اینجا اومده محاسبه کرده بعضی شهرها رو، ارز جغرافیاییشون. اینا ارز اماسیه در ترکیه امروزی 40 هستش ارزش. شام شریف امروز دمشق گفته میشه 33 هستش. ارز بغداد 33 هستش. کعبه صرفها الله، حالا این چی هستش، 21 هستش. مدینه منوره 24. بوسنه امروز بوسنی هستش. اون بلگراد، در فکر کنم بلگراد رو دیگه میشناسیم 44. صوفیه اینم فکر کنم در اروپا باشه. ادرنه نزدیک مرز ترکیه کنونی و فکر کنم بلغارستان قرار داشته باشه. یک کافه کجاست نمیدونم. ازاق اینم نمیدونم. بندر نمیدونم کدوم بندره. بورسه احتمالاً همون چیزی که امروز بورس خوانده میشه. و ساگانیای اینم نمیدونم کجاست. برگردیم صفحه اول کتاب ببینیم که چه چیزهایی رو میتونیم ببینیم. هازا رساله جبیب. ببینید خود این اسم اصلا برای من ناشناس، نمیدونم این چیه جبیب. یعنی بعضی از کتاب ها وقتی آدم اسمشو میخونه یه تصوری داره، ولی این لغت هیچی برای ذهن من نمیاد. من فکر کردم مثلا جیب باشه. جیب یعنی جیب مثلا کت و شلوار. اینقدر بی سوادم. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یک ذره کتاب رو بزرگ بکنیم که هم بهتر ببینیم، همین که دوستان اگه خواستن ببینن به ویدیو مراجعه بکنن، در یوتیوب ببینن. الحمدلله عالم الغیب فلا یغرب عن عمله. ببینید غیب و فلا یغرب با کلمه ها خیلی خوب بازی میکنه. غیب به دین و خدا ربط داره، لا یغرب هم به دنیا. عن عمله شفاعا له ذره فی الارض ولا فی السماء. خلق الانسان احتمالا یا خلق النان نسان. خلق النسان لا یعلم شیئا ثم الاسماء. حالا انسان رو، این انسانه، خلق الانسان لا یعلم شیئا، انسان رو خلق کرد چیزی نمیداشت. ثم الاسماء مقدر حرکات العالم به درجات و دقایق و ثوانی و سوالس و محکم نفوس الى کمالات نفسانیه به حسب ما. حالا اینجا داره در رابطه با خدا و اینها
صحبت میکنه آفرینش زمین و زمان رو داره از دیدگاه اون علمی که بهش مسلطه و تخصص داره، از دیدگاه اون داره اینها رو به عربی برای خداش داره چیز میکنه. اما بعد رو برسیم صفحه بعد، با عبد ضعیف اسم خودش انشاءالله داره میگه المحتاج الی ربه الطیف مصطفی. لطیف احتمالا لطیف مصطفی باشه یا همون نه اللطیف احتمالا یا الطیف مصطفی بن علی، همون مصطفی علی که قبلا یک کتاب ازش امروز خوندیم، در اون اولین کتابی بود که خوندیم در رابطه با مگنترات. این همون نویسنده است، ابن علی الموقت بالجامع الخاقانی. اونجا خ نقطهش افتاده بود، اینجا الان داریم میبینیم. از سلیمی بواه الله الملک العلام ادر دلرم چی. حالا اراده میکنم، فکر کنم همون کتاب رو داریم حالا یک زاویه دیگه در مورد اجرام آسمانی صحبت میکنم. دیلرم کی یعنی آرزو میکنم ربع مجیب دمکله. حالا این ربع مجیب یا ربع مجیب چی هست؟ داره این رو، این جیب که بود حالا یه مجیب که باشه میشه جواب دهنده، اجابت کننده. خب ربع مجیب اسمشه. حالا اینجا جیب رو نمیدونیم چیه، اینجا متوجه شدیم که احتمالا معناش اینه، ولی اما اینجا چه معنی داره در این علم؟ یه وسیله هست. چی هست؟ ببینیم چی هست. ربع مجیب دمکله، با گفتن این که یه ربع مجیب یعنی چی؟ متعارف اولان آلت ده چی؟ آلت رسد içinde آفاق olur. میگه یه آلتیه که با این آلت رصد میکنند آفاق رو. صحت عمل معروف، این عملش کارکردش خیلی بهتره، صحیح تره نسبت اون مگنترات. معروف و اشد آلاتیه آلاتی مشهور، و این اشد آلات از میان آلات ها این خیلی به اصطلاح مشهوره. اولدوغی اجلدن زیاد طالب و راغب اولنler için Türkiye dilince risale cem eyleyim faide am faiden am ola فائدسی، احتمال این سی هستش. میگه که حالا به خاطر اینکه خیلی معروف بوده به این خاطر طالب و راغب هم زیاد داشته. در نتیجه تصمیم گرفته که یک به زبان ترکی رساله جمع الیم، یه رساله بسازم که فائدسی، فایده اون عام باشه، او برای عموم باشه، و جمع مسائل مهندسی جامع اوله و تمامی به حالا اون زمان مهندسی در چه وضعیتی بوده میگه مربوط به اون باشه. مهندسی دوستان ساختمان سازی نیست. مهندسی کارش با هندسه بازی با هندسه هست، کار با هندسه هست. هندسه هم که اشکال هندسی دیگه. مهندس به کسی میگن که بتونه این اشکال هندسی رو بکشه. حالا یکی یه خونه طراحی میکنه، این خونه رو همینجوری طراحی نمیکنه، این ادوات و اسباب و آلات‌های مختلف داره، اونو برمی‌داره، این شکل و حالا ذهنی هم داره، حالا در مورد هر چیزی اونها رو هندسیوار ترسیم میکنه، زحمت میکشه. مهندسی جامع اولا طالب اولنلر آندن مستفید اولالر، هر کسی که میخواد بتونه از اون فایده ببره. و دخی bu mukaddeme 22 باب üzerine tertip olundu. میگه این مقدمه احتمالاً یک مقدمه، احتمالاً من اینو بیر بخونم بهتره، بیر مقدمه 22 باب üzerine، حالا یه مقدمه با 22 باب یا فصل این کتاب رو نوشته. در مورد این اسمش چی شد؟ اسمش شد مجیب هیچ این چیزی. ربع مجیب، حالا اونم نمیدونم، صدا نداره که بگم مجیب مجاب چیه، اینو نمیدونم.
Pes bir müqəddimə 22 bab üzərinə tərtib eylədim və hər babidə zikr olunacaq məsələləri üçün bir misal یا iki misal birinə görə ذکر eylədim. میگه در رابطه با هر باب هم برای تفهیم اون مسئله‌ای که در اون باب مطرح میکنم یک یا دو تا مثال میزنم. ذکر eylədim زبان آسان olmaq üçün. زبانش برای اینکه آسون باشه، یعنی فهم اون قضیه. اما مثالleri قسطنطنیه ارزینه استخراج eyleyip بیان eylədim. میگه اما مثال ها رو با در نظر گرفتن ارز جغرافیایی قسطنطنیه که استانبول هستش جمع استخراج کردم، مثال ها رو بر اساس اون دارم بیان میکنم. و bu رساله قسمت eylədim و حالا در این رساله اینها رو تقسیم کردم. مرجودور که bu حقیر خیر دعاله یاد الیلر. میگه حالا خواهش میکنم، مرجودور یعنی خواهش میکنم که این حقیر رو از دعای خیر خود در دعاهای خیر خود یاد بکنید. خدا رحمتش بکنه، خدا نور با نورش مشهور بکنه، مشهور نه قاطی کردم. حالا خب یاد ایلیلر فهرست رساله bu vəçlə dür. این فهرست این رساله از این قراره ذکر oluna gerek ama muqaddimə bir rəb mucibün rüsuminin olar بیانındədir. اما مقدمه درباره این هستش که ربع مجیب، رسمهای ربع مجیب چیا هستند، در مورد اون هستش. و دخی بابلرinin cümlesi اعمالının بیانındadır. و در مقدمه یکی دیگه از موضوعهای مقدمه این هستش که بابهایی که حالا گفت 20 و چند تا خلاصه از اعمال اون باب هاست. در اون باب ها چه اتفاق میفته؟ الباب الاول فی معرفت الاحد الارتفاع. حالا دیگه باز همونها رو برمیگرده و اینجا توضیح میده که چی هستش. هادی اشرون اینجا هنوز ادامه داره. اینجا قلم عوض شد، نگاه کنید. اینجا خیلی زیبا بود، از اینجا به قلم عوض شد و من اینجا دیگه با یه مشکلی پیدا درش چشم. این کتاب بازم تخصصی، خیلی تخصصیه، ممکنه که نتونیم ازش خیلی سر در بیاریم. از قرار معلوم ما با کتاب قبلی ایشون که آشنا شدیم بارها عرض کردم که اگر ما بتونیم یه کتابی رو، هر کتابی باشه در هر زمینه‌ای، 20-30 صفحه اولش رو بتونیم بخونیم و تحمل بکنیم، با تقریبا 90% لغات و اصطلاحات تخصصی که در طول کتاب 1000 صفحه‌ای هم باشه، 10,000 صفحه‌ای هم باشه، آشنا خواهیم شد و بعد از اون دیگه راه میافتیم. ما در کتاب قبلی تعاریف و خیلی از اون چیزایی که روی اون مقنطرات بود رو باهاش آشنا شدیم و البته که همه رو نخوندیم، ولی خب مثلا ما نصف النهار رو همین الان اینجا دارم میبینم، اونجا داشت توضیح میداد، اگه اونو میخوندیم الان اینجا باهاش خیلی راحت بودیم. یا مثلا هر کدوم اینها رو که بگن میتونیم به راحتی بخونیم. البته اینجا مثلا دیگه با اون اینجا مثلا من میبینم این الباب الاول رنگش پریده، این باب ثانی رنگش پریده مثل سیاه شده، در حالی که رنگش قرمز بوده. یه مقدار تفاوت داره ولی خیلی کم. مثلا باب اول چی بود؟ فی معرفت اخذ الارتفاع. اخذ الارتفاع، چجوری ارتفاع رو اندازه بگیریم. یادتون باشه در اونجا هم گفتیم قبلا در یک کتاب دیگه که در مورد به زبان ترکی در مورد اجرام آسمانی یا نجوم بود، هم دوباره همین
چیز رو دیدیم، اینجا هم در مورد نجوم و عوارض زمین داره صحبت میکنه، دوباره اونها رو دیدیم. اینجا داریم میبینیم که دوباره اینجا شاگول رو میبینم که دوباره اینجا هستش توسن، مثلا حالا اینجا یعنی اولکی باب اولکی باب ارتفاع آلمنین بیانونده داره، یعنی یعنی در این عربی رو داره ترجمه میکنه. فی معرفت الاخذ الارتفاع یعنی چی؟ میگه اولکی باب در ارتفاع آلمنین بیانونده داره، چجوری ارتفاع رو به دست بیاریم. در بیان این هست ارتفاع düşmek kevakip üfükten irakleğine derler. میگه که ارتفاع یعنی چی؟ düşmek یعنی دمک، این که بگیم کلمه ارتفاع یعنی چی؟ کواکب افقدن، وقتی نگاه میکنیم تا اون قسمت پایانی که میتونه چشممون ببینه. حالا فرض بکنید بالای یه کوه هستیم، مثلا در تبریز بالای رفتیم بالای عینالی، از اونجا داریم نگاه میکنیم به هر طرفی که بگید تا اون جایی که چشممون و فکر میکنیم آسمان اومد به زمین چسبید، اونجا افق دید ماست. خب و افق دید انسان ها متفاوته با هم نسبت به اون توانایی دیدشون، قدشون، قوارشون، اینا افق دید انسان ها متفاوته. میگه که عراق حتی به این میگه مثلا عراق و اینجور جاها که میگفتن عراق عجم یا عراق عجم، من به نظرم اون با عین نباید بنویسیم، بر اساس این کتاب با الف باید بنویسیم. اونم شده عراق همون عراق شده. احتمالاً عراق که امروزه میگیم همون عراق عجمه که عراق شده، یعنی در دوره رضا شاه به بعد در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی این رو به جای اینکه بگن عراق کلمه است، عراق هم نیست، عراق یعنی دور. این از نمیدونم از چه چیزی دور بوده، اسمشو گذاشتن عراق، همین عراق باید باشه. و اون عراق اصلی اونم عراقه، اونم احتمالاً نمیدونم از مکه عراقه، از هر کجا عراق هستش. عراق یعنی دور. عراق olsun یعنی از تو دور باد. Sizden عراق olsun یعنی از شما دور باد، فلان بیماری از شما دور باد. این عراق به معنی اینه. حالا میگه که کواکب افقدن عراقلقه، از اونجایی که ما داریم به آسمان نگاه میکنیم این سیاره ها و ستاره ها رو میبینیم که با هم فاصله دارن، اون فواصل اونها رو عراقلقه، اون فواصل اونها رو چیکار میکنیم که اندازه میگیره. bunun طریقه budur ki، این راهش اینه که bunun طریقه budur ki ربع دایره alinle tutesen. اون ربع دایره که در مورد اون دستگاه گفت قبلا مگنترات، اونجا میگه این رو اون ربع دایره که بالا بود اون رو تو دستت بگیری. گفتش که ربع دایره‌ای alinle tutesen، اون رو با دستت بگیری. شاگول دخی خیت اسلمش اوله. شاگول هم از خیت گفتیم اون سوراخ، از اون سوراخ آویزون باشه شاگول. پس توتسن شاگول رو بگیری از اون چیز توتسن، حالا اونم از اون سوراخ رد شده باشه. asılmış اوله و دخی ربعون هدفیnden خالی olan tarafini şamdan yanaklasın eder ya yakaglasın، نمیدونم این چیه، yana glasın. حالا میگه که هدفتن و ربعون هدفتن، اون یه هدفی داره، حالا نمیدونم چی بوده، یا یه لغت خاصیه برای اون، ممکنه که یک قسمتی از اون اسمش باشه هدف، نمیدونم، یا اون
شاگرد رو که واریز میکنی یه هدفی اونجا هست، ممکنه اون باشه. هدفتن خالی اولان طرفین، اونجایی که هدف نیست، یعنی یه طرفش به طرف هدفه. من گفتم مثلا این دیوار رو که اندازه میگیرن این درسته یا نه، شکمش به بیرونه یا به درونه، این رو میخوان اندازه بگیرن. شاگرد میره پایین، این پایین یه طرفش به طرف هدفه، یه طرفش به طرف بیرونه. این طرفش هدفه، این طرفش خالی از هدفه. خب اونو میگه. به نظر من اینو داره میگه. من در این علم هیچ چیز نمیدونم، فقط دارم حدسیات خودم رو دارم به اینجا میان میذارم. خالی اولان طرفینی شمدن یانا گلاسان، یعنی حالا اونجا شم چی هستش نمیدونم. حالا ما یه ابزاری تو بنایی داریم که قبلا از احتمالاً چوب بوده، الان فلزیه، مثل خطکش دیواره، یعنی اون رو چیز میکنن، میذارن که دیوار درست بره، در یه خط مستقیم حرکت بکنه. حالا که داره میره با این، اون رو با شاغل اندازه میگیرن، ولی طول دیوار رو احتمال میدم، نمیدونم اون منظور شم اون باشه، اون حالت چیز باشه، نمیدونم کاملا. میگه شمدن یانا گلاسون، به طرف، حالا یه طرفش چی بکنی؟ ربع دایر از حرکت اتدرسن، اون ربع دایر رو، یعنی همون چیز رو از کم کم حرکت بدی. اتدرسن یعنی خودت نمیدی، حالا مثلا بگی یه کاری تا هدف اولیانن زل هدف سفلایی، هدف بالا رو با هدف پایین. حالا اینجوری من گفتم بالا دیوار بالاست، پایین دیوار. حالا من اینجوری بر اساس دیوار، من نیم روز بنایی تو کار بنایی بودم. اگر الان چیزی میدونم مال فرض بکنید که 40 سال پیشه، 45 سال پیش، شاید هم بیشتر، 48 سال پیش، که یه روزی مثلا یه کیروه داشتم که استاد بود، خدا بیامرزتش، جلال نامی بود، یاد بکنیم، مرده رفته، خدا رحمتش بکنه. کیروه من بود و آدم جالبی بود، استکار بود، بنا بود، خودش یاد گرفته بود، پیش استکار نکرده بود. خونه ما را هم اون بنایی میکرد در تبریز در سال 1351 و 2 اینا. هر از گاهی میومد کمک میکرد، یعنی کار میکرد در اصل. حالا اونجا اون اصطلاحات اگه یادم هست همونه دیگه، من چیزی ازش نمیدونم. خب حالا دیدیم که اینجا کتاب فنی مربوط به اندازه‌گیری زمین و آسمان ایناست و ما چیزی ازش نمیدونیم. بریم یه چند صفحه پایین‌تر ببینیم که یه مقدار دیگه ازش بتونیم بخونیم. بعد جالبه که از کلمات عربی خیلی کم استفاده کرده. ارتفاع رو دیدیم یا بعضی از چیزا رو دیدیم، اما خیلی دیگه نمیدونم. مثلا اینجا دوباره برگشت به اون جوزا و میزان دور، مثلا اینا تو کتاب قبلی هم صحبت کرد. من الان فکر می‌کنم این 4مین کتابی که ما در این باره، یا 3مین کتابی که داریم درباره یه چیز میخونیم در رابطه با نجوم و اندازه‌گیری جغرافیا و اینها داریم میخونیم. گوستر آندن گرو اکسینه تو تسن آخر گوسدن اتوزه وارنجن. حالا این دیگه عکس تو تسن یعنی ترسه، عکسینه یعنی برعکسشو بگیری، تو تسن بگیری، آخر گوسدن، گوس حالا گوس میدونیم که حالا یه حالت دایره‌ای هست. گوسدن اتوزه وارینجا به سی برسه. حالا من نمیدونم اینا، میگم همش جدید، این گوس گفته میشه. جدیدر یا جدیدر ne demek? 30'den 60'a varınca از عدد بین، یعنی زاویه بین 30 تا 60 رو جدید میگن. دلو چی هستش؟ 60'den 90'a varınca زاویه های بین 30 تا
ببخشید 60 تا 90 رو میگه. هوت یعنی چی؟ bu 6 برج جنوبیdir. این 6 برجی که حالا بالا گفته اسمش چی بود؟ جوزا، میزان، جوزا، اسد اینجا هست. جوزا ببینیم چیه؟ اینها رو قبلا تو کتاب اولی که خوندیم اونجا اینها رو خونده بودیم، حالا یادم من نیست. میگه جوزا چیه؟ حالا اینجا اولش از اینجا حمل از حمل شروع بکنیم. حمل چی هست؟ میگه که قوس ارتفاع ölenden 30 اولیnden 30 dereceye varınca از 1 درجه انحنا، درجه انحنا یا ارتفاع، اینجا گفته قوس ارتفاع. قوس همین دیگه، یعنی مثلا فرض کنید خورشید از یه جای طلوع میکنه، به نظر ما حالت قوس میره و از اون طرف غروب میکنه، این یه قوسه. خب میگه که قوس ارتفاع اولیnden 30 درجه varınca از ابتدا، یعنی از 0 تا درجه 30 رو بهش میگه چی؟ حمل اولور. اسمش حمله، یه ماهیه، اسم ماه هم هست، 30 روز اسمش حمله. حالا اینجا یه چیز میگه درجه بین پس 0 تا 30 رو میگه حمل. 30'den 60 varınca sur olur. از زاویه بین 30 تا 60 رو سور میگه. 60'den 90'a varınca جوزا. بین 60 تا 90 میشه جوزا، زاویه. جوزا اولور. آندن اکسینه توتسان، اگه برعکس شو از 90 به 60 و از 60 به 30 و از 30 به 0 بگیریم، اینجوری میگه آندن اکسینه توتسن آخر گوسدن 30 var اینجا سایسن. میگه از گوس آخری که بود 90 داریم برعکس رو میگیم، میگه از 90 بشونید به عکسشو تا به 30 برسید. پس میگه آخر گوسدن یعنی از 90 30 var اینجا سایسن، تا به 30 برسی بشماری میشه سرطان. به 30 که رسیدی میشه سرطان. حالا این به نظر من داره چیز میکنه. اولور 30'den 60'a varınca میشه. حالا ببین اینجوری بگیم، وسط رسید 90 شد، خب زاویه 90 درجه. میگه از این طرف شروع بکنید، برعکسش، یعنی اینجا از 0 شروع کردید، حالا برید از 180 شروع بکنید. اگه از 180 شروع بکنید به 30 چی میشه؟ اینجوری میشه. میگه که دوباره از اونجا 0 میشه دیگه، اونجا رو دوباره 0 فرض میکنه. خب 2 تا 0 داریم، یکی در سمت شرق یکی در سمت غرب، میان در مرکز یکی میشن، 90 درجه میشن هر دوتا. خب اینو میخواد بگه. میگه 2 تا قوس داریم که از 0 شروع میشه، میاد 30 میاد 60 میاد 90، اینجوری. خب میگه که سرطان اولور. حالا از 0 به 30 برسید در طرف غروب مثلا میشه سرطان اولور. 30'den 60'a varınca اسد اولور. از 30 تا 60 میشه اسد. از غرب داریم مثلا به طرف شرق حالا داریم میشماریم. 60'den 90'a varınca سنبل اولور. از 60 تا 90 میشه سنبل. دوباره اینجا 2 تا 90 میچسبن به هم و وسط 90. حالا اینجوری اسامیشو گفتش که اینا چی هستن. حالا 60'a varınca اسد اولور و 60'den 90'a varınca سنبل اولور. bu 6 برج، اینها این 6 برجش گفت عبارت بودن از حمل و جوزا و دیگه چی بود؟ ببخشید من قاطی کردم. حالا اینجا حمل سور جوزا، 3 تا بود دیگه. بله، حمل سور جوزا و چی بود؟ سرطان، اسد و چی بود؟ یکی دیگه بود، سرطان، اسد، سنبله. این 3 تا.
6 تا. به این 6 تا میگه که اولورپا 6 برج، این 6 ماه، برج همون ماه برج احتمالا عربیه، برج شمالی، اینها شمالی هستن. حالا بقیه جنوبی هن، احتمالا این شمالی باشه، این اون یکی هم جنوبه. حالا من شرق و غرب گفتم، این شمال جنوب رو داشته محاسبه میکرده، کره زمین رو. دیدی که دوایر کره زمین رو ساعت ها رو اینجوری از شمال به جنوب میکشن. این در اون زمان اینها میدونستن شمال جنوب چیز زمین گرده احتمالا، چون که داره اینجوری توضیح میده. برج شمالی برجلerdür. Anden Gerugos irtifanın evvelinden 30'e varınca. حالا دوباره میگه که آندن، حالا اینجا گروگوس یا اینو نمیدونم چی میشه، گروگوس ارتفاعون اولیندن 30 وارنجا. حالا دوباره اگر از 0 تا به 30 چیز بکنی اسمش میزانه. اینجا جنوبی شو داره میگه 30'den 60'a varınca akrepti, 60'dan 90'a گوسدور آندن گر اکسینه. حالا که 90 رسیم دوباره عکسشو از اون طرف شروع بکنیم. اکسینه توتسن آخر گوسدن 30'a varınca جدیدی یا cüdeydir 30'dan 60'a varınca delvidir, 60'dan 90'a varınca hutdir. Bu 6 برج جنوبیdir. حالا برج های شمالی و جنوبی رو به 12 ماه تقسیم کرد و پس امدی geçen شمس حالا چیه اینا رو میاد دیگه توضیح میده. به نظر من حالا بر اساس همون نصف روزی که تو بنایی حضور داشتم یه چیزایی دارم میفهمم، ولی احتمالا کلا غلط میفهمم، چون این یه تخصص مربوط به اندازه‌گیری زمین و اجرام آسمانی هستش. خب از این هم که بگذاریم یه چند صفحه پایین تر بریم ببینیم دوباره این کتاب رو باهاش یه فهم کنم اینجا وسط کتاب باشه 23 هستش. بذاریم 26 که درست دقیقاً اینجا چی باشه که میگه وسطه. خب اینجا ببینیم اینجا چی میتونیم بخونیم. حضرت رسول اینجا یه چیزی گفته، ببینیم چی میگه. حضرت رسول اکرم ve Nebi muhterem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bu suhur hakkında nice hadis-i şerif buyurmuştur. Bize burada mühim olan vaktin bilmesidir. Pes indi mübarek Ramazan'da seher vaktinin evvel vakti budur ki madami ki sübh sadigine toğmamıştır. Sübh sadigine toğmamıştır. Toğma اینجا به معنی doğmak یعنی طلوع کردن. Doğmamıştır. Ulemanın ittifakı bunun üzerinedir ki sünnet dahi budur. Pes böyle olduğu takdirce şu Ramazan'da alamet için minarelerde yanan kandilleri sübh sadık toğmak sizin söndürmek gerek. Zira mani suhurudur. Sige-i ulemadan münkerdendir demişler. Sünneti muhalif sünnete muhalif olduğundan ötürü. Zira saim olanların suhur yemeleri ol kandiller munarelerde sönmediyse yerler. Ve eğer sındıysa یا söndiyse، حالا من اینو باید سندیسه بخونم چون که مربوط به قندیل ها چراغ هایی است که در اون مناره ها روشن می شده برای اینکه بگه سحر شده نشده. میتونید غذای
سحری بخورید یا نخورید، اینا یه علامتی میدادن از مناره های مسجد ها. ببینید دولت چه شکلی کار میکرده در اون زمان. و خود این مذهب عامل رشد چیز بوده. ما الان مذهب رو عامل عقب موندگی میفهمیم، ولی میبینیم که برای این که بتونن نماز رو درست بخونن، قبله رو پیدا بکنن، نمیدونم خورشید رو درست پیدا بکنن. حالا الان ملاها میگن آقا تا ما با چشممون نبینیم خورشید رو یا ماه رو نمیتونیم رمضانی. ولی اون زمان کار میکرده برای اینکه ببینه آقا با علم چجوری اینو میشه به دست آورد، چطوری سحری رو بعد اینا علائم براش میذاشتن. دولت کار میکرده روی این، یعنی توسعه علمی. مذهب باعث توسعه علمی شده. ما الان مذهب رو عامل عقب ماندگی میدونیم، به ما معرفی کردن. و من فکر میکنم یکی از اون جاهایی که انسانها در مهندسی جهل میمونن همینه. من فکر میکنم در دنیای اسلام حداقل برای یه مدت چند صد سال عامل توسعه مذهب عامل توسعه علم بوده، برای اینکه اینا میخواستن قبله رو بدونن، جغرافی رو باید میدونستن، باید غروب و خورشید و اینها رو اوقات نماز رو درست به دست می آوردن. ناچار بودن که این اجرام آسمانی رو باش کار بکنن، غروب و خورشید و اینا رو یعنی علت این که احتمالاً بخوان دنیا رو بشناسن، اون جهان رو بشناسن، خورشید و ماه و ستارگان و سیارات و اینها کهکشان رو بشناسن، اصلا ممکن بود هدف اون نباشه. اونها هدف ثانویه بوده، ولی هدف اولیه این بوده که بتونن آداب دینی رو درست انجام بدن. و دین همونطور که در غرب هم اینطور بوده. فلسفه اگر در غرب رشد کرده یا در اسلام فلسفه بوده و رشد کرده، به خاطر این بوده که میخواستن دین رو فلسفیش عقلانیش بکنن. به مردم میگن آقا عقلتون اگه داره تغییر میکنه، دین اینو میگه. اینها میمونن فلسفه رو درست میکردن. لذا شما فلاسفه غربی رو هم که نگاه بکنید میبینید که ضد دین نیستن. حالا اواخر که دیگه از جنگ جهانی اول یکم قبلتر، نه خیلی قبلتر، دیگه ضد دینی یواش یواش، حتی مثلا نیچه ضد دین نیست، خودش در کلیسا بزرگ شده تا اونجایی که من خوندم و دوباره بر اساس افکار اون کسایی که قبلا در کلیسا روی فلسفه کار کرده اینا کار میکنه و اونها رو چیز میکنه. حالا اونجا نمیدونم اون که میگه مثلا مرگ خدا یا خدا مرد، این مثلا در چه موردی هست، چگونه داره اینو میگه و اینا، من اینا رو نخوندم، نمیتونم بگم چی هست به چی، ولی جدیده، اینها جدیدن. ولی به نظر من خود مذاهب در دنیا باعث اکتشافات شده، باعث اختراعات شده، باعث رونق علم شده، باعث گسترش علم شده، باعث گسترش. اگر مثلا مسلمان نبودند و اگر برای نگه داشتن قرآن و فهم قرآن تلاش نمی کردن، یعنی کتاب نبود، احتمالاً مساجد ساخته نمی شد، معماری خاصی به وجود نمی اومد، به خاطر اون معماری خاصیه برای مسجده. بعد احتمالاً محاسبات مربوط به اندازه‌گیری زوایای این مساجد و اینها، یا چقدر مقاومت داشته باشه در مقابل زلزله. مثلا ما میدونیم که در مساجدی که در استانبول ساختن، مثلا بعضی جاها اومدن سرب ریختن، به یه طرف ساختمون سرب ریختن، یه طرفش نه. برای چی گفتن مثلا اون طرفش داره میره پایین تر، این طرفش نمیره پایین تر، ما باید این طرف رو یه مقدار سنگین تر بکنیم که با اون تعادل داشته باشه، مثلا نذاره نمیدونم خیلی از اون طرف مثلا اومده حالت هنری بهش داده، نقاشی بهش داده، نمیدونم نیاز، یعنی اونی که به کار برده اینا فقط برای اون خدمت به اون دین بوده.
بعد مدرسه میسازه برای اینکه قرآن رو بتونه آموزش بده و بفهمه، بر اساس اون مردم رو محاکمه بکنه و اینا، مجازات بکنه و اینها. میاد مدرسه میسازه، اینجا معلم تربیت میکنه، یواش یواش اینجا کتاب نوشته میشه، کتاب ترجمه میشه. یعنی خود دین باعث میشه که نهادهای جدیدی که مستقیما زاییده دین هستن اما به تدریج از دین جدا، از نهاد دین جدا میشن، یه نهاد مستقلی میشن، به وجود بیاد. یکی از اونها هم همینه. میبینی که مشرق و مغرب و شمال و جنوب رو فقط برای اینکه علم ایجاد بکنه به وجود نمیاره، برای پاسخ به یک نیاز دینی. امروز هم اگر یک اختراعی میشه، یک اکتشافی میشه، برای پاسخ به یک نیازیه. حالا ممکن نیاز مادی باشه یا نیاز معنوی باشه یا نیاز نمیدونم هر چی باشه، این برای اون زمان بیشتر بر این بود. و من فکر میکنم که باز به ما در زمینه فهم دین و تأثیر اون بر توسعه جوامع انسانی و علم و تکنولوژی و جوانب مختلفی که در علم الان وجود داره، خیلی به دین ظلم کردن، خیلی. حالا نمیدونم، من دارم دینی تر میشم، آدم دینی تری میشم به نظر میاد. خب بریم این باب الرابع و عشر، فصل 14 یه ذره ازش بخونیم. فی معرفت ثقة المشرق و المغرب. اون dördüncü باب مشرق مغربین bilmenin beyanındadır. میگه که باب 14 در شناخت مغرب و مشرق هستش. طریق budur ki hitasini üzerine vaz eledük dahi Gavs irtifanın ahirinden arz beledi miktarı dereceden ceybe mebsut ile. حالا اینجا یه ستینی این بالا هم مبتول ستینی مبسوط لسنی یا cıgışan gari'en ceza müsteviyeden anın üzerine nişanliyesen ondan sonra hareket hite hareket ellerün elersen ettüresen تا موری. اونجا گفته بودیم که من اینو اصلا سری قبلا نمیتونم، الان متوجه شدم این موری هستش. موری اول günün milinin cibi üzerine ya da ceyyibi üzerine get olunca ondan sonra nazar edesen خیت گوس ارتفاع. حالا دارم یواش یواش با این کلمات آشنا میشم. خیت چی هست، گوس چی هست، ارتفاع چی هست، میل چی هست، موری چی هست. اینها قبلا تو کتاب‌های قبلی خیلی بهش دقت نمی‌کردم، ولی امروز چون 2 تا کتاب رو خوندیم این تو ذهنم یه مقدار مونده که موری چی هستش و اینا. و حتی موری رو میتونم موری هستش، این دیگه مری نیست مثلا، صداشو میدونم یعنی. و این هم دیگه اینجا داره در مورد چگونگی مشخص کردن شرق و غرب داره میگه که چجوری این دستگاه رو باید، این آلت اندازه‌گیری که حالا گفتش چی هستش، مگنتر نبود، چی بود؟ ربع جیب یا جیب، مجیب گفت دیگه، حالا مجیب، ربع مجیب. مثلا این یه آلت دقیقیه برای اندازه‌گیری روی زمین و اجرام سماوی اینا. مثلا اینجا مثال زده گستنتنیه ارزنده. حالا ارز استانبول را داره محاسبه میکنه. میگه که گستنتنیه ارزنده شمس سور ölende اول hitasini üzerine vaz eyledin. یا ایلدیک. میگه اول
سور که گفتش چی هستش دیگه، اگر یادم باشه جنوبی بود، حالا نمیدونم، یادم نیست جنوبی بود، حالا یادم نیست درجه چندم بود. اینو داره میگه. مثلا ما اگر یادم باشه سور درجه چندمه، الان میفهمیم که مثلا سور اگر جنوبیه یا شمالی اینو بدونیم و بعد بدونیم که چه درجه‌ای هست، اون وقت متوجه میشیم که قسطنطنیه در چه درجه جغرافیایی شمالی یا جنوبی هستش. اولنده یعنی به مخصوص این که روی سور باشه، اولنده اول هیتسینی یا خیتسین، ببخشید خیتسینی، خیتی گفتیم اون سوراخی بود که روی اون دستگاه وجود داره. üzerine و الادین یا الادوک داخی، حالا میگه روی اون خیت چیز که داره میگه قوس و ارتفاع و اینا رو دیگه من خیلی تخصصیه. من متوجه شدم یه حدودی چی میخواد بگه، یعنی میتونم بگم که یه ذره وقت بذارم میتونم برم یه کتاب‌های دیگر در مورد این کلمات دقیق بخونم، ببینم چی به چی هستش و بعد از اون مثلا بیام و بهتر اینها رو میتونم توضیح بدم. ولی الان در همین قدری که از بنایی سر در میارم میتونم بگم که چی به چی هستش. خب دوباره بریم یه چند صفحه پایین تر و یه چند صفحه از اینجا بخونیم. 37 همین 38 رو بخونیم ببینیم دوباره اینجا یه سر سطری اگه پیدا بکنیم که نداره یه چی بریم. مثلا نه مثلا رو نخونیم چون که اونجا دیگه میره وارد حل مسئله میشه و ما در مورد حل مسئله چی نمیدونیم. geldi ki zamanın mabeyininde geçen müddettirler buna metale zeval dahi derler. یه چیزی بود، حالا میگه که یه مدت هایی که میگذره اینا مطامع و زوال هم بهش میگن، فاصله بین زمان ها رو. bunun bilmenin طریقی budur که، حالا چجوری اینو بفهمیم؟ این طریقش اینه که نظر eyleyesen ol günden ya evvel günden şemsün meyli var mıdır یا yok mudur. از روز اول نگاه بکنی ببینی که شمس، یا اول روز نگاه بکنی ببینی که شمس خورشید میل داره، کج هست یا نیست. اگر olmayacak، اگر میل نداره، اگر olmayacak olursa، اگر میل نداشته باشه، حمل یا میزان اولی، اون وقت در این زاویهش زاویه حمل و میزانه. گفتیم که حمل در شمال مثلا، میزان در جنوبه، اینجوری حالا من یادم مونده. میگه که میفهمیم که اون وقت این در شمال و جنوب هست، به اینجا هست. درجهش رو میخواد بگه، شمال باشه مثلا میگم بین 30 تا 60، جنوب باشه بین 30 تا 60، اینجوری. میگه که olursa haml ya mizan oli ki hita kendi dereceleri üzerine vaz eyleyesen. حالا میگه خیت رو اون چیز بود روی درجه های خودش باید قرار بدی. گوس ارتفاعون آخریندن تقانه درجه حالا تقانه درجه بولنر بو تقانه. حالا تقانه یه چیزه، یه لغت جدیدیه که اصلا نشنیده بودم، اینجا یهو پیدا شد و اصلا نمیدونم چیه. میگه گوس ارتفاع آخریندن تقانه درجه بولونر bu تقانه درجه 180 derecedir. dereceden ter eyleyesen. حالا این 180 درجه هست، از 180 درجه باید این رو طرح بکنی. حالا دیگه ببخشید میگم خیلی تخصصیه و من متاسفانه مثلا قسطنطنیه surun 15'inde ol evvel naharden 40 derece gece ol gün matali belediye 28 dereceden 40 derece dair bölünen üzerine ziyade eyledin surun 15'inden 200
68 derece مطالع طالع و حاصل oldu. حالا میگه طالع رو میخواد محاسبه بکنه، میگه که اینجوری میکنی بین درجه مثلا 28 از 28 تا درجه 40 بین درجه 28 تا 40 دایر حالا اینجا درجه دایر چی بوده اونو نمیدونم، اون بخش دایر اون دستگاه میره اونجا bunun üzerine ziyade eyledin. حالا علاوه بکنیم سور رو، سور 15'in 260 15'in 260 از 15 تا 260 68 268 درجه. حالا مطالع در میاد، میگه مطالع در اومد. حالا دیگه من بین نمیدونم چی شد این دیگه، ببخشید خیلی تخصصیه. میخوام بگم زبان ترکی خیلی تخصصیه و اون آدم هایی که میگفتن آقا زبان ترکی یه واحد درسیه که میشه نیم ترم درس داد، بیاد ببینیم چرا ما نتونیم در مدارس و در دانشگاه ها این علم رو، حالا به روزش نه به این قدیمی که مثلا مال قدیما بوده، نه این اگر زبان ترکی توانایی آموزش دستگاه های پیچیده وقت رو داشته، امروز هم میتونه دستگاه های جدید رو آموزش بده، چون زبان آموزش تمدن بشری بوده. یعنی تمدن بشری رو با زبان ترکی برای ترک آموزش میدادن، نه با زبان عربی و نه با زبانهای دیگر. در نتیجه ترکی که در امپراتوری ترکی که از چین و هندوستان تا وسط اروپا غروب نمی کرد آفتاب روی این، میگن که انگلستان اینجوری بوده. آقا انگلستان که حالا بعدها بوده، نمیدونم واقعا میگن درسته یا نه، ولی امپراتوری ترکا از وسط چین هندوستان گرفته تا وسط بلغارستان اینها امپراتوری ترک بوده و این زبان در این حیطه بزرگ به عنوان زبان اداری، سیاسی، اقتصادی، حقوقی بوده، هماورد و همرزم زبان عربی بوده، با زبان عربی کشتی میگرفته. این زبان توانایی آموزش مهندسی و نجوم و قرآن و حدیث و تاریخ و جغرافیا و پزشکی و داروسازی و تیمار و نگهداری و درمان بیماری های اسبها و حیوانات و اینها رو داشته و خیلی چیزای دیگه. و ما متاسفانه تو یک دنیایی الان به سر میبریم که ذهن ما رو و عقل ما رو در جهل مرکب نگه داشتن و ما به خاطر این جهلی که تو ذهنمون هست در مورد همه چیز داریم بر اساس اون مهندسی که مهندسان جهل دارن ذهن ما رو سازماندهی میکنن تا منافع اونها تأمین بشه رفتار میکنیم، فکر میکنیم، عمل میکنیم و فایدهشو چی میبره؟ همین مهندسانی که الان دارن عمل میکنن. خب من فکر کنم به آخر کتاب رسیدیم، فقط ببینیم که اول کتاب که اسمشو دیدیم، اما بذارید ببینیم تو آخر کتاب یه چیزی پیدا میکنیم که جالب باشه برای ما. من از همینجا که ببینم چه مبسوط ل سنه جقده اجزاء مستویدن اون بجوک و زراع اولور. حالا ببینید این بجوک نیم، بجوک نیم درصد، نیم هر چیزی که یک بوده اون حالا درجه باشه، ساعت باشه، واحد شمارش باشه، واحد اندازه گیری باشه، به نیم که در زبان فارسی بهش نیم میگن، در زبان ترکی علمی بوچوک میگفتن. بوچوک الان بوچوک میگن، اینجا بوچوک نوشته. زراع یه واحد اندازه گیری بوده، نمیدونم چقدر بوده، من قبلا خوندیم اینو، مثل اینکه یه وجب بوده یا به اندازه نمیدونم، مثل اینکه 16 تا به عرض 4 انگشت باشه میشه یه زراع، نمیدونم حالا یادم نیست، اینو خوندیم. ولی در یک کتاب دیگری که داشت در مورد ریاضیات توضیح میداد
اینو خوندیم که چی هست، چه جوری محاسبه میکنه و اینها. ولی اینجا میگه که buçuk zira olur. Bu اون buçuk جیب، اون buçuk 10.5 zira جیب ziraiden 2,5 ziraün basarına gedemin mabeynindedir. Terh eyledin ol kuvvetün ya hala گیونلن ağzından. این یه بازی اصطلاحیه که اینجا گوونین، احتمالاً گوونین، حالا نمیدونم این چیه، یه اصطلاحیه برای اینکه از یه جایی ağzı یعنی شروع، ağzından sonine یعنی از ابتدا تا انتها varınca dür. Külleni 8 zira oldu. کلا 8 zira شد و قس علی هذا والله اعلم بالصواب و الیه بالجمع المآب و السلام. عام، اینجا عام نوشته ولی تاریخش تمام، احتمالاً تمام، اینجا تمام، عام نیست. خب به نظر من این کتاب رو من به راحتی میتونم بخونم. کلمات و اصطلاحات علمی رو، جغرافیایی رو کنار بذاریم که خب به هر حال درش خیلی مشکل دارم. کتاب رو، صداهای کتاب اوکی. باتری تلفن تموم شد و فکر کنم اینستاگرام دیگه سیوش نمیکنه، ولی خب حالا این رو در یوتیوب داریم. به نظرم اینها صداهایی که من اینا رو میخونم امروزیه، یه صداهایی هستش که من تو کوچه و بازار یاد گرفتم. احتمالاً اینها اگر نویسنده روش صدا میذاشت ما میتونستیم بر اساس صدای کلماتی که اینجا نوشته میشه، بر اساس صدایی که اون اراده میکرد و در اون زمان اون کلمه به اون صدا تلفظ میشد و صداشو در میآوردند، هم ما بتونیم بخونیم. ولی متاسفانه چون اینجوری نشده، صداگذاری نشده، ما به زبان به امروز میخونیم. من یعنی به امروز میخونم. به هر حال به نظرم امروز روز مفیدی بود، جز شرم و شرمندگی که در مورد کتاب سلطان حسین بایگرا داشتم که نتونستم بخونم، که اون هم یک به نظر من بد نبود. حداقل من فهمیدم که سلطان بایگرا یکی از بزرگان ادبی که به 3 زبان شعر نوشته، کتاب نوشته و زبانی که ترکی که نوشته جغتایی هستش. حالا من نمیدونم این جغتایی یا جغتاییه، اینم نمیدونم. و اولی میدونم که این زبان تا دور از چین تا قاجاریه هم و حتی در دوره عثمانیه، در عثمانی هم رایج بوده. بعضی از کتاب ها و اینها رو به این زبان می نوشتن. میتونم بگم زبان قدرتمند و هژمون در جهان ترک بوده. ولی متاسفانه ما در ایران حتی همین قدرم نمیتونیم آموزش ببینیم که آقا ترکی مثلا قدرتمندترین زبانش یا زبان مکتوبش کدوم زبان بوده و یه مقدار باهاش آشنا هم نمیشیم. در این حال که نمیدونیم مثلا ترکی زبان علمه، زبان تخصصه، زبان صنعته، زبان نجومه، زبان پزشکیه، زبان خیلی چیزای دیگه است که حالا به تدریج با اینها آشنا خواهیم شد. متشکرم و امیدوارم که برای شما هم فایده داشته باشه. اگه گوش میکنید نکردیدم، من امروز نسبت به روزهای دیگه بیشتر تلاش کردم برای اینکه میخوام هر روز حداقل 2 ساعت وقت بذارم برای خوندن کتاب‌های ترکی. به خودم فشار بیارم، تلاش بکنم بفهمم، یاد بگیرم. حالا اگر دوستانی همراه من شدن و تلاش کردن که چه خوب، نشد که من دارم خودم کار خودم رو میکنم و پیش میرم. روزتون بخیر و سلامتی براتون آرزو